ما دنیا را آن طوری که هست نمیبینیم. ما دنیا را آن طوری که خودمان میخواهیم میبینیم. انیس نیم. سلام، درودی به پایان. امیدوارم خوب، صحت و سلامت هستید. این درسی چهارمی ماست و در این درس میخواهد قربان و صبرین راوی برنامه ما باشد و برای ما کمکی به نهایت زیاد میکنند در تهیه برنامه ها و در تحلیل متن ها. و بیاید میشنویم که در این برنامه قربان و صبرین برای ما چه گفتنی ها دارد. انیقترش او داستانی فیل، یعنی داستانی فیل را برای شما میگوید. بیاید میشنویم یعنی در این داستان ما امروز چی میآموزیم. داستانی فیل. اختلاف نگرش ها. روز 6 مردی نوبینا را برای توصیف یک فیل آورده و این مردها این فیل را یک به یک لمس میکردند و قرار بود درباره چیزی که تجربه کردند توضیح دهند. نفر اول که گوش فیل را لمس کرد و گفت فیل مثل یک قالین نرم است. نفر دوم به شاخ فیل دست زد و گفت فیل یک نوک تیز است. نفر سوم به پایهای فیل دست زد و گفت که فیل مثل درخت تنومند است. نفر چهارم به یک پهلوی فیل دست زد و گفت که فیل مثل یک دیوار بزرگ و قوی است. نفر پنجم دم فیل را لمس کرد و گفت فیل مثل یک بند است، یعنی طناب. نفر ششم سر فیل را لمس کرد و گفت فیل مثل یک تخت سنگ بزرگ است. بخواهیم نگر شخصیت ها را درباره فیل بنگریم. در اصل آنها شرح‌های درست درباره فیل دادند، اما در اصل همشون اشتباه میکنند. چرا؟ زیرا آنها در اصل وضعیت کلی فیل را نمیبینند. دقیقاً مثل ما که دیدگاه وضعیتی داریم به جای این که دیدگاه کلی داشته باشیم.